ماینکرافت ترسناک. دو تا اسمی که با هم نمیخونن، اما امروز این دو تا اسم توی بازی هن. ماینکرافت ترسناک متفکیه که من تو قسمت قبل رفتمش و این خلاصه از قسمت قبل. نوع سگای بد. اما من برای اینکه مطمئن شم این ویدیو رو به پایان میرسونم و دوباره مثل قسمت قبل یه دفعه نمیام بیرون، فامیلا هم آوردم. در واقع خودش اومد، من نیاوردمش. خوش باشه اومد. خلاصه که حالا اگه دوست داشتین منو سابسکرایب کنین، ویدیو رو لایک کنین که خیلی من کمک میکنه. نظرتون راجع به ادیت و تامنیل هم بگین لطفاً. خدافظ. امروز فرداه. من اومدم ادامه این بازی کوفتی رو بگیرم و فامیلم فهمید من دارم بازی ترسناک میگیرم. اینم مثل سگ. این چی بود؟ این چی بود؟ اینم مثل سگ از بازی ترسناک میترسه ولی دوست داره بیاد. مثلا بلند شد اومد. سلام کن. سلام نوکر شدم. این نوکر شما. من یه چیزی فهمیدم اینجا نگاه کن. کویت گیم رو میزنین که بریم بیرون میگه آریو شور ناراحته. مسخره داری ما رو میکشی. اینو منو مشاهده میکنین که دو قلبه. من از دوستم پرسیدم اینجا چه خبره، دارم چیکار میکنم، بهم گفتش که این اسپان شده هر کوفتی که این تلپورت که نداره که ها. آی لگ وای دوباره زامبیا. اینها من میرسن. چقدر میتونه یه آدم کثافت سریع باشه. مرد خفه شد. اینا هم خفه میشن یا دراوند میشن. اینا دارن شمشیر اونجا چیکار میکنه؟ مستر شمشیر یا بالفاز زامبی. اینا انداختیم تو و الان میتونیم فرار کنیم ها. برو گم شو کثافت. بخواب. وای چیه؟ خدایا من نمیذارم بخوابیم. چیه اون؟ فیلینگ چی؟ فیلینگ واچت؟ میه چی علیرضا؟ یعنی احساسی که یکی داره نگات میکنه. اسمی که من نه من چه قویم پشمام. نه گوش شو. مردم. مون فلاور این اسپیکر منه. کجاییم؟ جای خوبی هستیم. تو چشات وحشیه؟ نه ببینین زامبی ها با اینا می جنگن. نایس. من تازه اومدم بگم من دیگه اومدم مثل سگ. نه همه سگین. بعد بیچاره من و سگام بی عقاب یه هویی. این واقعا میگم سگه. این اینا فرقشون چیه؟ فکرم اینو بیشتر میشن وقتی بزنیمشون. آره ماه داره طلوع میکنه. درسته ماه داره غروب میکنه. درم داد بین داره روز میشه بیچاره. بسوزین برن احتمالا دیگه. من حال نیست. هیروبراین اینا تلپورت کرد اینجا. دیدی؟ خط تلپورتش دیدی؟ هیروبراینه. بزنمش دمش نمیخوره. وای کثافت. هیروبراین خیلی بیشرفی. هیروبراین بیچاره. اینا دیگه چی هن؟ بسوز بدبخت بیچاره. این چی؟ وای این اندرمنه. این شبیه اندرمنه. نباید تو صورتش نگاه کنیم دیگه. یا همینجوری رندوم ما رو میکشه. صورتش شبیه کیبورده. چی همین؟ هی چوب دراپ کرد برامون. مانستر فلش من هند. اوکی دمیج میده. دمیج 4 میده. من همین جا کمپ کرده بودم. بعد اینوری اینجا بود دیگه. هم درختی که سوخته اینا. این ورا باید باشه. علیرضا با دیلی 100 اینجا باید باشه. حال کردین زامبی اسکالکیا نباشن. حتی که این از کلنگ چوبی بیشتره از کلنگ سنگین. برای چی یعنی چی؟ من فرام دفاقی. این داشمون یه رعد و برق اسپانش میکنه. مثل سگ میره دنباله. من اینو فهمیدم. بچه‌ها 3 تا حیوان حلال گوش نام برای تو کامنت ها بنویسین اسمشون رو اینم بلدین یا نه.
ببین این چشاش دارن عادیه، میزنیمش اتفاق نمیفته. این داشمون هم چشاش عادیه ولی میزنیمش اتفاق نمیفته. این داشمون هم همینطور. دیگه الان به چشا خیلی توجه میکنم. داشتم میگفتم من کمتر از همه از هیروبراین میترسم، بعد اومد تو مپ سگ چشا رو ببینم. پس به چش نیست، به باطنشه. این فرم میشه درسته ازش؟ نه آیسا. هی من این ورم بچه ها برم دورشم دیسپانشم میشن واقعا. فکر کنم اونجا که گفت feeling watching منظورش همین بود. The end of the Herobrine. No, the end of the Herobrine من چرا دارم؟ چون میگه not the sweet dreams have a nightmare. sweet dreams علیرضا میدونی چیه؟ sweet dreams achievement ماینکرافت وقتی اولین خوابتو میگیری، خب اولین شب میخوابی. not sweet dreams یعنی نه خوابای خوب، بعد میگه بعد یه خواب بعد ببینی. خب برو دیگه، شاید نباید نگاهش کنیم. همین نمیبینمش فکر میکنی؟ شب شد وای همینجا بخوابیم دیگه. خوبه فقط یکم میترسم. یه کوچولو میترسه بچم. الان نایتمر نش. آها آره نایتمر نه سراغ خوابت نبینیم شب. چرا خواب نبینیم؟ برای چی علیرضا؟ آخه من تا خواب تو ماینکرافت ندیدم. منم نه. یا اسپانو نمیخوابیم. You can't sleep بلاد. چه صداییه؟ علیرضا تو نمیدونی یعنی چی؟ چی؟ بلادمون میدونی چیه؟ نه. اسپان ما با 10 برابر شاید حتی بشه. ماه خونین. اوی من فرم دفاق نیست. نگوی اونو دقیقا وی داره به ما نگاه میکنه. نکارم دارم فقط با اون نخشته باش نکار نمازم پلیز گم شد. اوخ این من فرم دفاقه نه؟ چون با رعد و برق داره کارشو انجام میده. شاید رفت با رعد و برق میاد، شاید همونجا رندوم اونجا اسپان شد. خودشه. اونا بالا که نمیاد ها؟ اینجوری نکن. بالا که نمیاد ها؟ بالا نمیاد. اون کجا؟ پایینمونه. یکی برسه پیدا آدم. این مطمئن من فرم فاگه من انتظارشم خیلی خفن‌تر باشه. رفت. یس. آه چرا؟ اون چیه؟ تانی درخت نیست. What was that؟ اون چی بود؟ احتمالا من فرم فاگو میگه. چیکار رو میکنه؟ گوزه داره میگوشه؟ اینا رو فکر کنم سمی میکنه واسه این ما میزنیمشون اینجوری میشن، بعضی اینجوری میشن. اون چیه؟ آی بیچاره کریپره سیاهه. ولی الان میدونی چی فهمیدیم؟ ما تو خونه‌مون از من فرم فاگ در همانیم و الان میتونیم اینجا رو گسترش بدیم. بعد بریم چوب بکنیم ولی قبلش میگم بریم این داشمون چیکار برادر ترسناک هست. چی؟ یکی دیگه بزنیش؟ نزدمش. طبیعی شونه فکر کنم. گرافی چیزی هیچی. خیلی کثافتین. خیلی دهانم باز نشد. برد نمیام فرمانه. هیروبراین باحاله. من از بچگی دوستش داشتم. هیروبراین ما خیلی دوست داریم. هیروبراین نه یا پیشمون لطفاً. بیام. علیرضا دیگه من تو قسمتی بعدی رو نمیارم. چرا؟ قسمتی بعدی ولم کنه. فقط ما سقط کنیم. پرسه ساخت خونه رو می‌بینین که طول کشید واسه من خیلی سریعش کردم. این سرعت تقریبا 64 برابره. ببینین همین. به به. عجب خونه ای شد. مش گوشت. الان این مالور چیکار کنم؟ ها نگاه کردم. اوی سلام. نگاهش خوب نکن. گوز میدم. دوستم بابا. دوستیم بابا. ها چیه زدمش جیغ زد. Crimson Moon has appeared due to bad weather. The effect Crimson Moon have been. اوه Crimson Moon اومد خالصا. Crimson Moon من نمیدونم دقیقا چیه. هر چیز من حس نمیکنم چیز خوبی باشه. خب بعد به خاطر
You feel like something is chasing you. چی؟ تو حس میکنی که یه چیز داره تعقیبت میکنه. کی داره تعقیبت میکنه؟ بابای تو؟ به اضافه میخوایم. خب نه نمیخوایم، یک دونه بیشتر نمیخوایم. سقف نمیخوای برای خونه؟ آخه تقریبا هیروبراین اینجا اصلا به درد نمیخوره. ضعیفه. سلام میترسونه ازت. هیچ. هیروبراین وقتی میگه اصلا اسم هیروبراین رو بترسی تو. و چی انقدر راحت و مطمئن شب میخوابی تموم میشه؟ You can't sleep تختمو کن. شب میخوابی تموم میشه؟ کی؟ میگه تو نمیتونی بخوابی. چی؟ چه میدونم. تختم یکی میکنه. عیبه. غیب نیست. بازی نمیذاره بخوابی. کی؟ کجا؟ اوه از این حساس. اون کیه؟ کی؟ رفتن تو. یه چیزی رفتن تو. اونا ندیدیش؟ من فرم فاگه نه؟ ها بیچاره دمیجت هم میده. همین بهش بوگاتی بدم سوار شد. چه اندرمن ای بابا خب بهش نگاه. What؟ روستایی رو بردن؟ نه روستایی یه چیزی بلند کرد. نه حالا یو کن تسیم الان میتونم بخوابم. یه چیزی روستایی رو بردن. در مانستر نیبری اوکی. هیولا این از رو پایینی؟ کجایی باشی؟ چی اندرمن مگر نردون؟ گم شد. چیه؟ این چیه؟ چشمه انگار. چشم کسیه. یه غیبه. کیه چه کوفتیه؟ اینجای ویدیو داشت طولانی میشد واسه همین من یه توضیحات بهتون میدم و تمامش میکنم. من خونه رو بزرگتر میکنم و همین کل کاری که توی این قسمت ما کلا انجام دادیم بزرگتر کردن خونه بود. همین و یه سری هیلو به خونه من حمله میکنم. بقیش خودتون ببینید. روباه بد شده. حیوونا رو آلوده کردن. در داره. فکرم اشاره پنز زامبی ده. چون هم در داره هم سطل هم ترایدنت. گمشین. خدا اسپای تا الان با من دوست بودن چرا اینو وحشی شدن؟ اسفالنفور جنازه منه. این جنازه منو بعد هیلا کردن. جنازه توه. نگون دو تا جنازه من روش اسمم نوشته. وای این چیکار میکنه؟ این چیکار میکنه؟ هیچ کاری نکن. مگس خوردم. جنازه توه. اسمش شده بتا. نه چی دد بای بتا. گم شو باید گم شین. همتون برم آفت زد به اینجا. چه میدونم سمی شدیم. همشون باید ببرم بیرون. آها اسفالنفور هم اومد. روز چی باید از اینجا دور شیم. اینا تا الان که با ما خوب بودن. اینا حیوونا رو سمی میکردن. تیک ای سینه ها اونجان. وای خیلی بده. دارن منو میان دنبالم. در اینجا وسایل کجای الان من عوضین همه تو در بستم الان میام بالا پارم میکنن. من اینه که وسایل من گمشو پایین گمشو
نه تو نمیتونی. شمشیرم وسایلم مردم. کلم را به نه ولمون کن. سمیم کرد برشی و من کشتمش. A few moments later. ها این مغزه این گوشت باز الان ما رو میکشه بدبخت میشیم. 18 تا گوشتی که داشتم کو. ببین جنازه من چقدر باهوشه. اصلا حالیشه بچه‌ها. بچه‌ها خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدین. این چپل اومد با من ویدیو اومد داخل دیگه. ها چرا نمیره این؟ چرا نمیره؟ وای بدبخت. تا ویدیو بعدی خدا نگه آجا خدافظ دار.